سلام عزیزای دلم، امیدوارم حالتون خوب باشه. به گیم تایم خوش اومدید، جایی که قرار کلی با هم بازی کنیم و لذت ببریم. توی این ویدیو میخوام یکی از اساسی ترین مشکلات گوشی های شیائمی رو بهتون آموزش رفع کردن اون مشکل رو یاد بدم که شما بتونید به راحتی مشکل رو حل کنید و بتونید بازی ها رو نصب کنید. ببینید الان گوشی های شیائمی یه جوری یه بهینه سازی دارن، یه جوری پچ امنیتیه که از نصب کردن بعضی بازی ها روی گوشیتون جلوگیری میکنه. الان مثلا من روی گوشیم کال آف دیوتی رو دارم، ولی وقتی وارد مارکت میشم برام میزنه ناسازگار. البته باید به این نکته توجه داشته باشید، ممکنه بعضی بازی ها با گوشیتون واقعا ناسازگار باشه، چه از لحاظ پردازنده، چه از لحاظ گرافیک و چه از لحاظ رم و اینجور چیزا، که دیگه راه حلی برای اون مشکل وجود نداره، چون دیگه واقعا سیستم بازی با گوشیتون نمیخونه و گوشیتون توانایی اجرای اون بازی رو نداره. ولی در این گونه موارد که بهینه سازی شیائمی میاد این کار رو انجام میده و نمیذاره بازی ها رو نصب کنید، برای اینکه بتونید این رو رفع کنید شما کافی وارد تنظیمات گوشیتون بشین و خب اینجا روی گزینه About Phone یا همون درباره تلفن بزنید. سعی کنید زبان گوشیتون انگلیسی باشه تا تمام مراحل رو به دقت و پا به پای من انجام بدید. خب حالا اینجا یه دونه گزینه MIUI ورژن وجود داره. اگه توی این قسمت براتون MIUI ورژن رو نداد، روی آسپیس بزنید، اینجا براتون MIUI ورژن رو براتون میاره. خب حالا چند بار روی این گزینه MIUI ورژن کلیک کنید تا این پیام پایین صفحه رو ببینید. خب یکم بیای پایین تر، بخش Additional Setting و بخش Developer Option، حتما این گزینه رو روشن کنید تا تنظیمات توسعه دهنده براتون فعال بشه. خب یکم میایم پایین تر، خب اینجا گزینه توی بخش اتوفیل یه دونه گزینه Reset to Default Values دارید، روش چند بار کلیک کنید. میبینید که بعد از اینکه کلیک کردی یه گزینه براتون این پایین ظاهر میشه که نوشته Turn on MIUI Optimization یا همون بهینه سازی MIUI، که این گزینه دقیقا همون گزینه‌ایه که باعث میشه بعضی از بازی ها برای ما ناسازگار اعلام بشه، که گفتم دیگه یه تصمیم یا پچ امنیتیه که از نصب همه بازی ها و هر نوع بازی جلوگیری میکنه، یه جور چیز امنیتیه. و خب اولین کاری که باید انجام بدید این گزینه رو غیر فعال میکنید. حالا شاید بپرسید این گزینه براتون مشکلی ایجاد میکنه یا نه. خب باید بگم که نه، مشکلی ایجاد نمیکنه، فقط بعد از اینکه این کار رو انجام دادید شاید یه سری تنظیمات گوشی عوض بشن. مدل تنظیمات گوشی مثلا الان اینا رو ببینید با دفعه پیش فرق داره مثلا. خب این زیاد مهم نیست. بعد از اینکه برگردید به بازار، الان اینو یه بار ریفرش کنم، از مارکت خارج بشم، برم دوباره توش و خب حالا اینجا بازم کال آف دیوتی. حالا میبینید که همون کال آف دیوتی که برا من خطا میداد و ناسازگار میزد اجرا میاره، چون که من قبلا بازی رو نصب کردم، الان فقط برا من اجراشو میاره. شما میتونید با این روش هر بازی که مشکلی وجود داره رو و ناسازگار میزنه براتون رو نصبش کنید. نکته‌ای که وجود داره، بعد از اینکه نصب بازیتون تموم شد و بازی رو روی گوشیتون نصب کردید، دوباره به همون تنظیمات گوشی برگردین و این گزینه رو که غیر فعالش کرده بودین رو دوباره فعال کنید تا گوشی به حالت اولیه خودش برگرده و هیچ مشکلی براتون پیش نیاد. و خب بعد از اینکه این کار رو انجام دادید یه بار گوشیتون رو خاموش روشن کنید و کلا گوشی به حالت اولیه خودش برمیگرده و دیگه هیچ براتون مشکلی پیش نمیاد. بازم گفتم این گزینه
هیچ مشکلی برای گوشیتون به وجود نمیاره. الان دیدید که من روی گوشی خودم تست کردم همه اینا رو، تا شما هم مطمئن بشید که هیچ اتفاقی براتون نمیافته. اگه سوالی چیزی هم داشتید میتونید توی کامنت ها ازم بپرسید، میتونم راهنماییتون کنم. اگه از این آموزش خوشتون اومده ویدیو رو لایک کنید، بعد دوستاتونم بفرستید، چنل من با کد و زنگوله بغلش رو حتما روشن کنید که از ویدیوها و آموزش‌های جدیدی که براتون میذارم با خبر بشید.